در شهر خوجند مسابقه ولایتی اوید با فوتبال خرد بین نورسان بخشیده به گرامیداشت خاطر سابقه‌دار فوتبال احسان الماسوف جمع بست گردید. در این چهاربینی ورزشی که از 15 فوریه آغاز گردیده بود، 16 دسته فوتبال بازان از 9 تا 12 ساله از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک و مهارت سنجی کردند. در بین نورسان 9 ساله فوتبال بازان دسته‌های سوخت 87 و تاج شهر خوجند همچنین جوانی ناحیه جبار رسولوف مهارت بلند نشان داده صاحب 3 مقام فخری شدند. واخوری‌ها بین فوتبال بازان 11-12 ساله نیز جالب و تیز و تون جریان گرفت و در بین فوتبال بازان این سن و سال دسته مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت زینه اول را صاحب شد. مقام دوم نصیب تیم جوانی ناحیه جبار رسولوف و جای سوم نصیب دسته خوجند شهر خوجند گردید. در مراسم پوشیده شوی مسابقه نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت از حیات و فعالیت احسان الماسوف یادآور شده سهم او را در رشد فوتبال در ولایت سوخت و تربیت نسل نورس در جاده فوتبال نظر از ارزیابی کردند. همچنین برگزاری چنین چهاربینی‌های ورزشی برای جلب کودکان و نورسان به طرز حیاتی سالم مفید ارزیابی گردید. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه جام، مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپرده شدند.